سلام علیکم دوستانی عزیز، امیدوارم که همتون خوبین، تنسیت هستین. حاضر ما بعد از که پلیکلینیکا رفتیم خدا که باز میبریم. امروزی رفتنی ما خواستیم که با اتوبوس رویم. استاد ما را حیات گیرم خدا که دیگه خودم بردن گیرم وقتی شوهرم در کار باشه. نفیوزی مکمتر دیر کردیم. با فکر من که با ماشین میریم. همین خواهر شوهر میگه راه نشان میتیم با ماشین رفتن. بعد میتونی که با اتوبوس روی. نه این طرف در مودا остановка در اینجا اتوبوس در میشینی پیشی همون پلیکلینیکا میبرد. همون باشه دوستانم. امروز کمتر بارون بارید. نظرم کم بارون باردسته. نیکی هوامون صاف شدسته. آفتاب میبرازه. بارون کمتر بس کرد. ما آسته میریم. با ما باشه دوستانم. از همه شما مینا دارم که مرا دستگیری میکنید. دیرتر می آمده. برای همین ما گفتیم که با ماشین رویم شدید اسپید کنیم. کمتر آسودتره. اتوبوس اجازه نکردیم. ما با ماشین میریم پلیکلینیکا. دیگه روزا بعد خودم با اتوبوس میرم وقتی در کار باشم. حاضر ما در ماشین شیشتیم. حاضر میرویم. نمیکنیم. ما رسیدیم. حاضر کمتر دیگه میریم پلیکلینیکا دا میرسیم. میکایلا دستشان دا گرفتن کش تو بی خواب نروه. وقتی خواب کرد اوزا دا اوجا بیدار میشوه دیگه گریه کرده میسته. برای می خوابش نکردیم که یا برای همه باید گذاریم و خواب کنه. ما پلیکلینیکا دا رسیدیم. باید برویم. ما پلیکلینیکا برآمدیم. دیدن در پوچه‌اش پرافین کردن، در پشت سوید موندن.
دویم روزشان بود شد. فقط باید بیایم. من خب روزها باید 8 روز دیگه فقط 10 میگم 8 دیگه باید بیاییم. اینجا درختی سیب ببینید چه بسیار داره. مایم تیار شد. من خواستم که خوراکی تست تیار کنم چون که ما بلنسه اومدیم به نهایت گشنه بودیم. برای همین من خواستم چیزا تیار کردم. بذار ما اکنون عبید میکنیم به همه شما. های دوستانم ما رو دستگیری کردن رو فراموش نسازید.